امروز خلق خویش بسیم و بزر کند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کند. زردار اگرچه نادان گویند عاقل است، بیزر اگرچه دانا مثلش فخر کند. زردار اگر بمیرد خویشان غیر گریند، بیزر اگر بمیرد کم چشم تر کند. زردار را به مجلس جای دهند به سر، بیزر اگر بیاید جا تنگ تر کند. اگر یک آدم زردار نابسته وی دین دارد، وی نماز دارد، وی خدا دارد ندارد، برای ما و شما اینوش هیچ اهمیت ندارد، مگر زردار است، مگر منصبدار است، مگر آبرودار است. وقتی در خاندان حاضر می شود همه ما و شما به سر می خیزیم، ما و شما خوش و انسان قبول می کنیم. لیکن یک انسانی که نماز می خواند، مسلمان است، انسانی که به خدا نزدیک است، نماز شب هم دارد، لکن پول که ندارد، مال که ندارد، در نزد ما و شما قدر قیمتی ندارد. این چی شور است در این دور قمر می بینم، همه آفاق پر از فتنه و شر می بینم. هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه پدر را به پسر می بینم. مردمان روز بهی می طلبند از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر می بینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، خود دانا همه از خون جگر می بینم. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر می بینم. طوق زرین زیب اسب داشت، این منصب و این پیشوایی زیب آدم خواندگی و زیب آدم دانا داشت، لیکن این طوق زرین هم در گردن خر پرتافتند. حالان که برای خر همون جیل، همون پالانی که ذکر کرد، همون جیل کونه مناسب بود، نه این طوق زرین. همین است که شاعر حافظ میگوید از تقاضای زمان و گردش چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای و خوک را گفتم امک. زمان شد میگد، یک زمان برپا شد که همون آدمایی که طبیعت خیرسانه داشتند یا طبیعت خوک مانند داشتند، اونها را ما به حیث امکی و به حیث تقه استفاده میکردیم. چکار کنیم؟ زمان شد که اونها را ما تقه میگفتیم و امک میگفتیم، در حالتی که اونها از خوک هم از خیرس هم دیده پستر بودند. دختران را همه جنگ است و جدال با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. پند حافظ شنو ای خواجه، برو نیکی کن که من این پند به از گنج و گوهر میبینم. ندانستیم قدر امتی را، ندانستیم قدر امتی را، نکردیم پیروی سنتی را. دریغ از امتی نوگی زبانی، چی باشد حال روز امتحانی. نباشد راز ارواح نبینا، چگونه بیندش در حشر فردا. قطار امتان خواند چه خوب است، قطار امتان خواند چه خوب است، وگرنه مشکل اهل ذنوب است. اگر در حشر گرداند ز تو روی، ندارد سود آنجا صد کنی موی. ز صدق دل به احمد پیروی کن، حضرت مولوی میگوید ز صدق دل به احمد پیروی کن، مشو نوگی زبانی امتی کن. اگر امت میشوی، اگر مسلمان میشوی، صدقاً مسلمان شو، زیرا خدای تو میگوید و من کفر فإن الله غنی حمید. ای بندگان من، ای مخلوقان من، اگر همگی همین 6.5 میلیارد آدمی که در روی دنیا هستیم همه کافر کشین، من باک ندارم، من بای هستم. من همه شما را سرنگون در دوزخم جا میکنم اگر همه که کافر شید. برای خداوند کافر شدن شما، مسلمان شدن شما هیچ باکی نداره. شما هر چی میکنین برای جان خودتان میکنین. امروز هر عادت دارین، هر معرکه‌ای که در خانه دارین، طبق دستورات قرآن کنین. نامتان امت است، سزاوار امتی را شایسته باشید. همین نام امتی را در دیوان، در همون نامه اعمالتان خط نزنید. مسلمان بودن تو کی بکار است، مسلمان مردن اینجا اعتبار است. مرده در وقت غسل با غسال، گوید این حرف با زبان حال.
بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه. همراه جسم بود جان من، مدت گفتم این و وان من. در محلی که کردم و گفتم، بود فکرم عیالم و جفتم. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره. میروم برای زیمو باریک، در دوام میگفته است، میروم برای زیمو باریک، میدرایم به خانه تاریک. این همه در مقام میماند، سر تنهام میفرستاند. آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. برای این سخنها گوش در کار. گوشی سر با جمله حیوان همدم است، گوشی دل مخصوص نسل آدم است. برای این سخنها گوش دل لازم. گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. با چشم میبینی مرده را میشوی، با چشم میبینی تابوت را میبرداری، با چشم میبینی برده را در لحد جا میکنی. لکن تعجب آور است که خود عبرت نمیگیری، خود به خود نمیای که فردا من هم داخل این قبر هستم، من هم البته یک مردشوی را بهر من میکابند. این شب به یاد ما و شما نمیآید. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. مخند اینجا که مژگان تو گریان است در فردا، اگر ریزی در اینجا اشک خندان است در فردا. به اندوه قیامت زرد کن رخساره گلگون، بسان شمس انور ماه تابان است در فردا. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش، مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش. به غیر عقبه ها 7 در که سوزان است در فردا. خدا رحمت و مغفرتش کند. و خدا قسم همه آیت است، همه حدیث است. مکن جور و ستم بر جان خود از ترک فرمانش، به غیر عقبه ها 7 در که سوزان است در فردا. کسی گر اندر اینجا خرمن طاعت نبردارد، کسی گر اندر اینجا خرمن طاعت نبردارد، به صد افسوس و حسرت ها پشیمان است در فردا. چرا ای کلمهج، چرا ای کلمهج با جلوه این زال می نازی، ولیکن عیشگاهی خاکساران است در فردا. به محشرگاه گر هر کس به هر سوی روان گردد، که میلان جنونی سوی جانان است در فردا، که میلان جنونی سوی جانان است در فردا.